میشکنه با قفسه سینه‌تون. البته ماشین من یکم کفقاب هم هست، ولی با وجود همه اینا نکنین کلا گیره زیرش. شاید واسه شما مثل من سوال پیش اومده باشه که اگه جک در بره بیفته روی آدم چه اتفاقی میفته؟ امروز ما میخوایم همچین چیزی رو تست و امتحان کنیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته. همراه من باشید. خب ما امروز میخوایم از خانم X و خانم Y استفاده کنیم. این لخته از این اگه تا لباس تنش کنن بیادب گاو، ولی ناموسن خیلی سیس خوبی داره، ولی حیف که دیگه عمرش به این دنیا نیست و قراره بره زیر ماشین. بریم اینا رو تستش کنیم. اول میخوام با لاستیک تست کنم، بعد ببینم اگه چیزی نشد دیگه بعد میریم لاستیکا رو دونه دونه باز میکنیم و ببینیم چه اتفاقی میفته. بریم تو کارش. داری میگیری؟ زشت نیست لباس تنش کنیم. چه خوشگل هم هست. چه حولیه این؟ به خاطر اینکه ما میخوایم یه دفعه جک بیاد پایین، نمیتونیم از جک های سوسماری استفاده کنیم، مجبوریم از این جک ها استفاده کنیم تا یه دفعه بیاد پایین. حالا بریم اول جک بزنم ماشینو. این از جک رفت بالا. خب اول میخوام با لاستیک امتحانش کنم ببینم چه اتفاق میافته. عزیزای دل کدومتون با داوطلب کدومتونه؟ من به نظر من اون یکی بهتر، قیافش هم خوشم نمیاد. خب بعد برزیم. اگر بار گران بودیم و رفتیم. خب این برین زیر. زیر مثلا داره کار میکنه. استاد آچار لازم نداری؟ نه. خب حالا چیزی که لازم داریم 3 2 1 اوکی بیفته. برکی. گیر کرده حاجی. سختی کار بخشی از شغل ماست. دلم به حالش سوخت. یاد اینجا نشون بده رفته زیر. ها کنید اولین اتفاقی که میفته اینه که پاتون میشکنه با قفسه سینه‌تون. البته ماشین من یکم کفقاب هم هست، ولی با وجود همه اینا نکنین کلا گیره زیرش. جک بزنیم درش بیاریم. اسمش چی میذاریم؟ محمد خوبه؟ اسمش میذاریم محمد. محمدمون به چخره. اولین جایی که روشیه این قفسه سیناش داغون شده. کن. البته این یکم سیناش برجسته است 85، ولی در کل مایی که تخت باشم اون اول قفسه سینه‌مون میشکنه. زنده ای؟ حالش خوب. خب به دلیل کم بودن فضایی که ما خواستیم این کار رو انجام بدیم ماشین رو بردمش بیرون و اگر اجازه بدی عزیزم بس دیگه میخوایم بریم تستت کنیم دیگه، چیزی ازت باقی نمونه. بریم اون طرف اونجا انجامش بدیم. چرا این همه هزینه کردیم ماشین رو داریم به چوق سگ میریم. لطفا یه لایک کنین، هیچی کم نمیشه. یه کامنت هم بذارین که عالی میشه. بریم تو کارش کنیم. من شاگرد که بودم خب بعدش تازه هفته اولم بود دیدین فرمول 1 سری اینجوری باز میکنن و میبندن. من فاز همونا رو گرفتم یارو اومد و گذاشت همینجوری زدم صفر شد. یه صدای بدی هم میده رزوه به رزوه از شو خار چرخ یارو به چی شد. همین اوستا گفت چه گویی داری میخوری؟ خواهم آجار یو پرد کرد سمتن. هیچ وقت یادم نمیره.
نه از اینجا اینقدر کنه. عزیزم ببخشید دیگه نفس های آخرشه یه زنیم که اینجوری سرش وقتی میترکه اصلا این بر بذارم این بر اینجا بذارم ها. کج نشد دیگه. خب صبر دیگه الان میافتم داشت. Wow. ترکید آگه بریم جک بزنیم این بنده خدا رو از زیر در بیاریم. در میاد نیست شد. آقا همچین اتفاقی واسهتون میفته. صبر کن جک بزنم. خب دوستان دیدین چه اتفاقی افتاد؟ یعنی اگر جای این آدمک یه دونه آدم واقعی بود خب چه اتفاقی میخواست بیفته؟ ببین اینا کن قشنگ از کمر دونش میترکید، قشنگ میترکید. این خانم هم چون شوهرش زدیم ترکونیم با ما غر کرده، پشتش رو ما کرد، ما رو دور ننداز. این از این. دومین گزینه اینه که از این جکا، یعنی آشغال‌تر از این جکا هیچ نیست به خدا. اینا که جکای فابریک که توی ماشین میذارن. حتی اگر از اینا استفاده کردیم خب اگر میخواستیم برین زیر ماشین حتما از خرک استفاده کنیم. حتی از جک سوسماری هم داشتیم، بازم من دیدم جکای سوسماری کاسه نمدش در میره و به کاسه نمد گیره دیگه. اون کاسه نمد در بره جک کامل میاد پایین. یه بنده خدایی بود ایسوزو رو جک زده بود 6 تن بار اومد روش، بنده خدا فوت کرد. ولی خیلی حساس این موضوع، اصلا شوخیش نگیرین همچین چیزی رو. دوستان لایک و ساب یادتون نره دوستان، یه کامنت هم برام بذارید. مرسی، ممنون.